سلام با اوتاکو ایگوز، چطورین بچه ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من روزم امروز اخبار دسته ای که از انیمه سولو لیویلینگ داریم. بذاریم با تاریخ اکرانی شروع کنم. تاریخ اکرانی این انیمه در زمستان 1408 ولی لاشیان تاریخ دقیقش رو نگفتم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. برعکس این انیمه فصل یک شامل 2 تا پارته. تا جایی هم که میدن گرافیک و کوالیتی انیمه خیلی بالاست. اسامی وایس اکترهای کره سولو لیویلینگ عبارتن از مین سونگ او در نقش سونگ جین وو، شیم کیو هیوک در نقش یو جین هو، شین بوم شی در نقش وو جین چول و یو یونگ در نقش چا ها این. انیمه سولو لیویلینگ 2 نسخه دوبله ژاپنی داره بچه. توی یکی از آنها به ملیت کره و اسم سون جین وو اشاره میکنه و در نسخه از آن به ملیت ژاپنی و اسم میزو شینو شون اشاره میکنه. این انیمه 26 قسمت خواهد داشت و قسمت اولش هم 1 ساعت است. دیگه برن حال کنین دیگه. همچنین با توجه به پوستری که منتشر کردن فکر کنم تا آرک برج شیطانی پیش خواهند رفت بچه. این انیمه 200 تا چپتر داره که آخرش هم بازم مثل این شاسکولا تمام میکنه. ای واتاکو، اگر از اینکه کونم پاره شد تا براتون این اخبار بیارم خوشتون اومده، دیگه ساب کن که حداقل یکم انرژی بگیریم. البته لایک هم بکنیم.